فرازنامه. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان بسیج سراسر کشور. بسیج مظهر عظمت ملت و نیروی کارآمد درونی کشور ماست. برای دوستان نظام و انقلاب و کشور مایه خرسندی هستید، مایه امید و اعتمادید و برای بدخواهان و دشمنان و کینه ورزان مایه بیم و هراس. حماسه بزرگی که عرض کردیم منظورمان حماسه زینب کبراست که مکمل حماسه عاشوراست، بلکه به یک معنا حماسه‌ای که بیبی زینب کبرا سلام الله علیها به وجود آورد احیا کننده و نگهدارنده حماسه عاشورا شد. اولا اصرار دارم بر حمایت از مسئولانی که اجرای کار بر عهده‌شونه. از دولت بنده حمایت میکنم، از مسئولان حمایت میکنم، مسئولان داخلی، مسئولان خارجی. وظیفه ماست. من خودم مسئول اجرایی بودم، وسط میدان بودم، سنگینی کار و سختی کار رو با همه وجود احساس کردم. میدانم که کار اداره کشور کار سختی است، لذا احتیاج دارن اینها به کمک. منم کمکشون میکنم، حمایتشون میکنم. این یه طرف قضیه است که قطعی است. از اون طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران، از جمله مسئله حقوق هسته‌ای. اصرار داریم بر اینکه از حقوق ملت ایران یک قدم عقب نشینی نباید بشه. نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصوده. امروز هم استکبار، نظام استکباری وجود دارد. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکاست. استکبار رو باید بشناسیم، خصوصیات استکبار رو باید بدانیم، عملکرد و جهتگیری استکبار رو باید بدانیم تا بتوانیم خردمندانه رفتار خودمون رو در مقابل او تنظیم کنیم. اگر چنانچه انسانی اهل حق باشد، اهل استدلال باشد، اهل منطق باشد، باید وقتی در مقابل استدلال قرار گرفت تسلیم بشه، اما استکبار تسلیم نمیشه. حرف حق رو میشنوه، زیر بار حق نمیره. این یکی از خصوصیات اوست. درباره منطقه ما جوری حرف میزنن که کنه مالک این منطقن. السلام علیکم. درباره رژیم صهیونیستی جوری حرف میزنن که گویا ملت‌های این منطقه ناگزیرند که این رژیم تحمیلی و جعلی رو بپذیرن. برای جان انسانها، هر انسانی که با اونها همراه نباشد، تسلیم اونها نباشد، تابع اونها نباشد، برای جانشون هیچ ارزشی قائل نیستن. به سالها الی ماشاءالله. غارت منابع حیاتی ملت‌ها براشون آسانه. ربودن و اسیر کردن سیاهان. دوست ندارن که این داستان احیا بشود. همین مسئله غلام و کنیز گرفتن مردم آفریقاست. دولت سوریه رو متهم کردن که شیمیایی به کار برده. جنجال های و هوی که استعمال سلاح شیمیایی خط قرمز ماست. 500 تن از این ماده شیمیایی مرگاور و خطرناک را صدام از آمریکا وارد کرد. اما با متعرض برخورد ملت ایران برخورد پشیمان کننده است. اونچنان سیلی به متعرض خواهد زد که هرگز فراموش نکند.